نظام برپا شده با حمایت مردم، با اراده مردم ایران. این حکومت را کودتا نیاورد، نظامیان نیاوردن، سلاح نیاورد. اون روز مردم سلاح نکشیدن، در انقلاب مردن، کشته شدن، نکشتن. و این حکمت بزرگی در پیروزی انقلاب. اگر با سلاح می جنگیدن، دولت او زمانه به مراتب قدرتش بیشتر بود، مردم می توانست بزنه. اما با شعار آمدن و مردم جلو، و لحاظا جمهوری اسلامی را مردم آوردن. علما در صف مقدم بودن، دانشگاهیان بودن، دانشجویان بودن، همه طیفا، همه احزاب، همه گروه هایی که قبلا اینجا فعالیت داشته، خیلی از اون گروه ها که حالا از خاطر رفته نامشون فعالیت میکردن، کل همراه شدن، زنان، جوانان، خیلی حماسه آفریدن و انقلاب پیروز کردن، جمهوری اسلامی آوردن.